فرعين يا عم. فوتو. لا ما تزعلش. لا استنى معلش عليا. قول لي بالراحه يا عم انا مش واخد بالي. حطه. علي. ارجع ورا شويه. ملتی هستیم که اگر در کنار هم قرار بگیریم علاوه بر اینکه دو ملت سود خواهند برد تمام منطقه و جهان از اون منتفع خواهند شد. الشعبين الذين بقينا الى جانب بعضنا البعض فينهض شعوب المنطقه وكذلك العالم من هذا التعايش. در این سفر علاوه بر شرکت در اجلاس اسلامی با مسئولین محترم مصر درباره گسترش همکاری‌ها گفتگو خواهیم کرد. في هذه الزياره اضافه الى المشاركه في الاجتماع الاسلامي سنتحاور مع المسؤولين المصريين المختلفين في مختلف الامور. خدا رو شکر کنم که توفیق داد از دانشگاه شریف الازهر بازدیدی داشته باشیم. نشكر الله عز وجل الذي وفقنا ان نقوم بزياره جامعه الازهر الشريف هذا اليوم. با جناب آقای رئیس و بعضی اساتید و بزرگان علمی گفتگوهای بسیار خوب و صمیمی داشتیم. يكون هنالك حوارا وديا عميقا من القلب الى القلب مع رسول الله. و مسائل مهم منطقه اسلامی و جهان رو مورد بررسی قرار دادیم. درسنا قضايا مهمه للمنطقه والعالم الاسلامي كله. خوشبختانه برای اصلاح وضع جهان و اصلاح وضع منطقه دیدگاه‌ها و نظرات مشترک و نزدیکی داریم. ولحسن الحظ في اصلاح وضع العالم وضع المنطقه والاراء متقاربه الى حد كبير. تفاهم کردیم که ارتباطاتمون رو برای همکاری فرهنگی و علمی بیشتر گسترش بدیم. واتفقنا ان نطور التفاهم والاتفاق العلمي والثقافي. و من از علما برای سفر به دعوت العلماء لزيارة و اونها هم بزرگوارانه پذیرفتند. والفضيلة أيضا لبوا هذه الدعوة بكل كرم. عزیزان من، أعزائي
من از ایران آمدم تا بگویم مصر و ملت مصر در قلب ملت ایران جا دارد. جئت من إيران لأقول بأن مصر والشعب المصري هو في قلوب الشعب. ما پیشرفت و استقلال و اقتدار مصر و پیشرفت و عزت و اقتدار خودمون محسوب. نحن نعتبر التقدم والقوة والاستقلال مصر هو القوة والكرامة والاستقلال بالنسبة لنا. امیدوارم این سفر آغاز جدیدی باشه بر همبستگی دو ملت. نتمنى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة جديدة للتضامن بين الشعبين. از جناب آقای رئیس جمهور به خاطر دعوتشون تشکر میکنم ونشكر فخامة السيد الرئيس في توجيه الدعوة. و همینطور از جناب رئیس دانشگاه شریف الازهر به خاطر اینکه این جلسه رو ترتیب دادن. وكذلك لفضيلة الرئيس جمع. مطمئنم دو ملت مصر ایران حرفهای فراوانی برای گفتن و شنیدن دارند. ولدي كلمات كثيرة للاستماع والطرح. انشاءالله دو شب دیگه ما یک جلسه خبری با حضور همه شما خواهیم داشت و به سوالات شما پاسخ خواهیم. إن شاء الله بعد ليلتين سنجتمع معكم أصحاب الإعلام جميعا نتبادل الأدواء ونرد الأسئلة. و بسیاری از حرف دل موفقیت. نتمنى لكم وللشعب المصري الكريم وكافة الشعوب موفور التوفيق والنجاح. انشاءالله موفق و سربلند.